به نام خدا، امروز میخوام براتون در مورد حیله های شروع بازی در شطرنج برای نوآموزان صحبت کنم. حیله شماره 3 حیله هستش به نام پیاده ضعیف خانه F7، یعنی پیاده جلوی فیل سیاه رو سیاه. این پیاده خانه F7 هستش. حمله ابتدایی دیگه که خیلی از نوآموزان شطرنج به دام اون میافتن هنگامی روی میده که اسب و فیل سفید مشترکاً پیاده F7 رو مورد تهاجم قرار میده. این پیاده در مراحل اولیه بازی از موضع دفاعی ضعیفی برخوردار هستش و فقط به وسیله شاه دفاع میشه. دام به این طریق وجود میاد و گسترده میشه: E4 E5 فیل C4 اسب C6. سیاه با این حرکت از افتادن به دام 1 که همون مات 4 حرکتی بودش احتراز میکنه. حال حرکت اسب F3 توسط سفید انجام میشه و حرکت اسب F6 توسط سیاه و اسب به خونه G5 میره و انگار تله ما کامل میشه. با این حرکت سفید با فیل و اسب خودش به سرباز خانه F7 حمله کرده و اگر این پیاده F7 رو بگیره حمله دوگانه ای رو علیه وزیر و رخ سیاه انجام میده. خب سیاه باید چیکار کنه؟ خب اگه مثلا سیاه به خونه E7 بیاد و دفاع کنه از سرباز خونه F7ش، خب اون موقع سفید سرباز رو میزنه، شاه اجبارا به خانه D8 میره، فیل به خونه B3 برمیگرده و اگر شاه به خونه E8 بیاد موقع حرکت D3 رو انجام میدیم، چون در این حالت سفید یک پیاده جلو هستش و در ضمن سیاه به حرکت دادن شاه خودش از قلعه رفتن محروم شده. این راه حل دیگه هم هستش که به نظر مخاطره آمیز میاد. حرکت چهارم مثلا اگه سیاه به جای وزیر E7 D5 اگه بازی کنه، خب ای در D5 و بعدش اسب در D5 حرکت اشتباهی هستش این حرکت، چون با D4 مواجه میشه و الان اگه سرباز خونه D4 رو بزنه شاه به قلعه میره، اگه به خونه E7 بیاد موقع این حرکت انجام میشه و حمله دوگانه انجام میشه. اما اگه این مهره رو بگیره شاه سیاه، خونه F3 میای، شاه به خونه E6 میاد که از اسبش دفاع کنه، رخ به خونه E1 میاد. وضعیت سیاه به طور جدی به خطر میفته و همینطور اگه سیاه در حرکت ششم خودش اسب در D4 بکنه، آنگاه سفید در حرکت بعدی C3 انجام میده و یکی از اسبهای سیاه میگیره. همونطور که میبینیم در هر دو ادامه سفید برتری کسب میکنه. حالا راه گریز از این حیله چیه؟ سیاه ممکنه با یک بازی خیلی درست قادر به ادامه بازی باشه. مثلا اگه در حرکت پنجم، حرکت شماره 5، اسب در D5 بازی کنه. اما خب این شروع بازی دیدیم که مخصوص نوآموزان نبود و بهتره که نوآموزان بازی نکنن. بهتره که ما توی این تله اگه خواستیم خونساش کنیم در حرکت چهارم اسب به خونه G5 اگه سفید آورد D5 بازی کنیم، بعد اگه پیاده رو گرفت اسب رو به خونه A5 ببریم، و اگر فیل کیش داد در خونه B5 C6 بازی کنیم. در اینجا اگرچه پیاده عقب هستیم اما مهرامون سریعتر فعال میشه و بعض اون از اتفاقات قبلی برامون خیلی بهتر میشه. خب امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره این تله در بازیاتون و همچنین در مسابقاتی که انجام میدید. خیلی ممنون از شما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.